سلام، من امیرحسین و اینجا دومین قسمت از برنامه خونه گل. امروز اومدیم رنگ گل ها رو با هم بررسی کنیم، اما قبلش بریم یه سر بزنیم ببینیم که رنگ چیه. ما 3 دسته رنگ داریم: رنگ های اصلی، رنگ های فرعی و رنگ های ترکیبی. به رنگ های اصلی رنگ های طبیعی هم میگن، رنگ هایی که در طبیعت به صورت طبیعی وجود داره، مثل رنگ زرد، رنگ آبی و رنگ قرمز. حالا رنگ های فرعی رنگ هایی هستند که از ترکیب هر دو رنگ اصلی تشکیل میشه. مثلا زرد و آبی میشه سبز، زرد و قرمز میشه نارنجی، قرمز و آبی میشه بنفش. و رنگ های طبیعی رنگ هایی گفته میشه که از ترکیب رنگ های دیگه با هم دیگه تشکیل میشه. یه مداد رنگی 12 رنگ رو در نظر بگیرید، 12 رنگ مختلف که طیف رنگ های مختلف رو تو خودش جا داده. حالا ما 2 تا رنگ دیگه هم داریم، رنگ های خنثی به حساب میاد و رنگ های مادر. رنگ های خنثی هیچ تأثیری تو ترکیب رنگی انتخاب گلای شما نداره، کرم، قهوه‌ای، این رنگ ها خنثی. 2 تا رنگ دیگه هم وجود داره، رنگ که میگیم رنگ مادر، سبز و سفید، که شما همیشه و همه جا دارین استفاده میکنید. شما تا حالا گلی رو دیدین که ساقه سبز یا برگ سبز نداشته باشه؟ پس به این میگن رنگ مادر. سفیدم وقتی که نور سفید منشور رو میتابونیم همه رنگ ها توش دیده میشه، 7 رنگ رو داره به شما نشون بده، پس با رنگ های دیگه هم ترکیب میشه. پس به این رنگ هم این رنگ مادر. هر موقع گیر کردید که چه رنگی رو استفاده کنید در کنار گل هاتون، برای برگ اضافه، برای روبان، برای کاغذتون، یا سفید یا سبز. البته برگ که همیشه سبزه. خب یه دسته‌بندی دیگه هم برای رنگ ها داریم، رنگ های گرم، رنگ های سرد. این دسته‌بندی کجا به کار میاد؟ وقتی که شما می‌خواید دسته گلت رو چینش کنی و بپیچی. از این 2 تا دسته‌بندی برای این استفاده میشه که شما روش پیچیدن متضاد استفاده کنی یا هم خانواده. اگه بخوای هم خانواده استفاده کنی، دسته گل‌های گرم با گرم میپیچی، سرد و با سرد. اگه بخوای متضاد استفاده کنی، میای رنگ‌های سرد و گرم رو با هم تلفیقی استفاده کنی، که این کار خیلی سختیه و آدمایی که بتونن همچین دسته گل یا گل‌ها رو، رنگ‌ها رو درست انتخاب کنن، آدم‌های خیلی خلاق و جسوری هستن. امیدوارم که از این قسمت برنامه خونه گل خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار تا جلسه بعدی. خداحافظ.